شما اگه بچگی جلوت ظاهر شه بهش چه نصیحتی میکنی؟ سمت دود نره. یکی از بهترین نصیحتی که میتونم به بچگی خودم چیز کنم اینه که عرضم به خدمتت که سعی میکردم ورزش رو ادامه بدم، همون حرفه رو میرفتم جلو، نمیزدیم تو خطای دیگه، درس رو ادامه میدادیم. نه، فکر کن جلوت وایستاده در شخص ضمیر تو نصیحتش کن. از بچگیم راضی بودم. عزیز من، بچگیت فکر کن روبرود بوده، اونو میخوای نصیحت کنی دستوری. نصیحت که بیشتر بازی کن، بیشتر خوش بگذرون، زود بزرگ نشو. همین. من حال کردم با بچگیم. بچگی قشنگی داشتم. آقا مرسی. خیلیا که دوستتن دوستت نیستن. نه، چه عبارتی رو بهش نصیحت میکنی؟ به هر کسی اعتماد نکن. آره، خیلیا در ظاهر دوست برات مثلا پدیدار میشن ولی اینجور که نشون میدن نیستن.